پوند به دلار و پوند به ین روی چارت جاهای خوبی هستن برای معامله گرفتن. حالا در ادامه این ویدیو میذارم ببینید. پوند به دلار آمریکا میبینیم که داره رنج میزنه. خب کف کف سقف سقف. حالا این تایم فریم 4 ساعت است. تایم فریم نقطهش توی تایم فریم 1 ساعت است. ببینید وقتی که روند ما رنجه یه سناریو هست، اونم اینه که کف خریدار باشیم، یعنی این محدوده ها خریدار باشیم و این محدوده ها فروشنده. الان که این محدوده رو شکسته ولی بهش پولبک نزده و از طرفی هم این سقف رو تاچ نکرده، خب میتونه یه بای خوشگل بده از این محدوده تا عرض کنم خدمت شما تا محدوده سقف. خب این نکته آموزشی اینجا بود که اینجا الگو تشکیل شده، یه قدرتمند شکسته و بعدش ما میتونیم همین جاها انتظار بای داشته باشیم برای معاملات بای و حد ضرر زیر این شادو تقریبا 20 پیپ و تارگت هم محدوده اوردر بلاک تایم فریم 1 ساعت هستیم، تقریبا 100 پیپ سودسازی میتونه داشته باشه. حالا بریم سراغ پوند به ین ژاپن. پوند به ین ژاپن تایم فریم 4 ساعته یک روندی صعودی داره. اون صعود رو هم ما داریم به وضوح میبینیم. یه حرکت داشتیم، اصلاح حرکت، اصلاح حرکت، اصلاح دیگه. این آخریا حرکت و اصلاح یه کمی تون شده. حالا نکته اینم توی تایم فریم 1 ساعت هست. بیام تایم فریم 1 ساعته میبینیم که برخورد با خط روند ما میتونیم وارد پوزیشن بای بشیم از همین محدوده. خب از همین محدوده ها ما میتونیم وارد پوزیشن بای بشیم. حالا این دیدگاه شخصی منه، شما میتونید بیشتر بررسی کنید. تایم فریم 1 ساعته این روند رو به نظر من میتونه ادامه بده. یعنی یکی از سناریوهایی که میتونیم روش حساب باز کنیم اینه که این روند تا سقف مورد نظر که اینجا باشه محدوده اوردر بلاک میتونه ادامه داشته باشه. برای اینم 300 پیپ سودساز داره. ببینید رفقا اگر از این تحلیل‌ها و از این عرض کنم خدمت شما از این تحلیل خوشتون اومد، از این ستاپ و اینجور کلا اگر خوشتون اومد، من میخوام که لایو ترید بذارم ولی یوتیوب قبول نمیکنه. لطفا سابسکرایب کنید، به 1000 نفر برسیم یا به 100 نفر برسیم. آقا مهم نیست، هر تعدادی که بشه لایو ترید برگزار